تو نیمی چشات خیزه، آدم میترسه بنویسه، میترسه پاش به دل باشه، آدم میخواد خاطر خاشه. دوتا چشم رو تب داری، از عشق همیشه تب داری، چشات از جنس مرغوبه، چقدر حال چشات خوبه، چشات از جنس مرغوبه، چقدر حال چشات خوبه. چشات رنگش لعاب داره، رو موجاش التهاب داره، چشات رنگش لعاب داره، رو موجاش التهاب داره، ولی بدین لامصب زیارتش ثواب داره. چشات رنگش لعاب داره، رو موجاش التهاب داره، ولی بدین لامصب زیارتش ثواب داره، ولی بدین برنی سه رنگ یکی از دسرهای پرطرفداره. برای درست کردنش تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. اول از همه آرد برنج و شکرمون رو با هم ترکیب میکنیم. تابمون رو روی شعله متوسط گاز قرار میدیم و 2 لیوان شیر رو داخلش میریزیم و حالا ترکیب آرد و شکرمون رو بهش اضافه میکنیم و دائم هم میزنیم تا به قوام مورد نظرمون برسه. بعد از اینکه به قوام رسید 1/3 پیمانه گلاب رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه با گلاب شروع به غل زدن کرد، شعله رو خاموش میکنیم. مواد برنیمون رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. به یک قسمت 1 قاشق غذاخوری زعفران اضافه کرده و کاملا با هم ترکیب میکنیم و به یک قسمت 1 قاشق چایخوری پودر کاکائو اضافه کرده و کاملا با هم ترکیب میکنیم. و قسمت سوم که سفید هست رو ابتدا داخل ظرفمون میریزیم و به ترتیب لایه به لایه ادامه میدیم.